دیگه از حرامای که در این اشعار است برادرای محترم که این خواندنا و موسیقی های امروزی رو حرام میکنن، دعوت است. دعوت است به طرف زنا، دعوت است به طرف همجنسگرایی. اکثرا شاعرها را ما بسیاری وقتا شنیدیم، موترها که سوار میشیم اشعار از اینا را میبینیم. در یک موتر سوار شدم که همین شعرها را خوانده میره که کومیت مچم شیر وارو، بینید پنیر وارو، چشمایت قیر وارو چی است. آخر ما با دریور گفتم تو خجالت نمیکشی که اینجا تفلکای خرد شیشته و تو این اشعار میمانی؟ این شعر برای مادرت میمانی، برای خواهرت میمانی، برای دخترت میمانی. اگر ایره به خواهر و مادرت بانی، باز در روز قیامت در لیست دیوس ها میری. و رسول الله سمیه که 3 کس است که در جنت داخل نمیشه. یکی از کسایی که در جنت داخل نمیشه کلمه دیوس است، در لفظ حدیث آمده. پرسان کرد که رسول الله سلام دیوس کی است؟ گفت کسی است که هیچ پروا نمیکنه که در خانه از کی داخل میشه. در خانه خود که آمد یک دقیقه از این است که در تلویزیون پشتی کجام است، هیچ به تفاوت است. خانمش قرار شیشه در تلویزیون پشتی کج سیل میکنه. باز دیگر روز عریضه میکنه. در طب عدلی یک نفر عریضه کرده بود، میگه گفتم چه قسم عریضه کرده بود دکتر صاحب؟ میگه آوردن یک کسی عریضه کرده که صاحب ما اصل مردا رو در پشتی کج دیدم، این شوهر ما کسی خو بیخی بودنه وارست، هیچ چیز نه اندام داره نه بدن داره، اینه شوی. حالی شوهره که برای خانم خود ات یک فیلم نشان میته و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لا يدخل الجنه، در جنت داخل نه. مرد برهنه در تلویزیون میه، مرد میرقصه، مرد با زنای وندو لوتک میزنه و اینمی نفر با اینمی ریش خود، با اینمی چهره خود که میگه من مسلمان هستم، یک ذره در پیشانوی از این تغییر نمیآید. پرسان کردن که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم دیوس کی است؟ گفت کسی که در کسی از این نیست که در بالای خانم از کی داخل شد. خانمش کتی کی دست میده، کتی کی میشینه، ای بیا در خانده خانم ماست، ای خوار خانده خانم ماست، ای بچه خانده خانم ماست. در اسلام نیسته. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم در عصر جاهلیت بچه خواندگی بود. یک نفر یک کس میگه که تو بچه ما هستی، بازی حتی میراث میبود. زید ابن حارثه رضی الله عنه ایره رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها این غلامه که گرفت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم تحفه داد. ایره رسول الله صلی الله علیه و سلم برش بسیار محبت میکرد. ایره مردم میگفتن که زید ابن محمد صلی الله علیه و سلم. آیت قرآن آمد ادعوهم لآبائهم، ای مردم پسرای هر کس به نام پدرایشان صدا کنین، هو اقسط عند الله، او بسیار عادلانه هست به نزد الله. بعد از نزول آیت قرآن کلگی نام از او را چی میگفتن؟ زید ابن حارثه. حال در احادیث هم که بخواین در سیرت هم بخارین چی میگن؟ زید ابن حارثه رضی الله عنه. حال بسیاری کسا را ببینید در خانهشان، باور بکنید ما به چشم خود دیدیم. این مرد چاق کته برودی چی میکنه اینجا؟ این چی تان میشه؟ این صاحب بچه در خانده بچه ایم است، از تو را چیت میشه؟ شوی خواندگیم. دیگه مانایش از این میده دیگه، از بچه را بچه بیادر خواندهش است، از این خانم شوی خواندگیش و شویش هم قرار اونجا ساد است که نام خدا اینه خانم یک شوی خواندگی دیگه داره و بسیار آزاد میگرده، آزاد میگرده. لا يدخل الجنه. بناهن کسایی که این موسیقی ها را کدام عالم ایره میگه؟ هیچ عالم ایره نمیگه، سر علمای اسلام تومت میگه. و عالم میگه که شعری که در اونجا بعضی علمایی که بعضی از اشعار و بعضی از ترانه ها و بعضی از انواع موسیقی چرا میگه موسیقی مثلا در زبان عربی بعضی هم میگن موسیقی چی میگن؟ میگن موسیقی که مباح است. ولی اون موسیقی را ما هم میگیم مباح است. او کدام موسیقی هست؟ میگن موسیقی صدای پرنده ها. یک بلبل میخوره در باغ شیشتی،
بلبل است و اینی بلبل است و کنری هست و فلان است و فلان است. اینی پرنده ها و ترا را صدایش میگن، اینا موسیقی طیور میگن. اما عالم نیست که بگه که یک شاعر بخیزه توصیف چهره زنا را بکنه و توصیف از زنا را میکنه و غزل سرایی میکنه، باز او را بخیزه بگه حلال است. این مطلقا حرام است. شعر یک سخن است. خوب سخن خوب است و زشت سخن زشت است. آیا کدام عالمی هست که برای تو بگه که تو بخی یک مقاله درباره صفات زیبایی یک خانم بیان بکن و بازی را بگه حلال است؟ نه خیر. چی را در شعر بخونه، چی در کلام عادی بخونه. و دی اکثرا این خواندنای که حال فعلا در افغانستان است، امی قسم موسیقی است نیست، کلش این امی قسم موسیقی.